10 کمپانی برتر جهان در سال 2023 از نگاه مجله اکونومیست بر اساس ارزش بازار. کمپانی‌های بزرگی در سراسر جهان در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و محصولات و خدمات متفاوتی به مردم ارائه میدن. اما کدومشون توی این زمینه موفق‌تر و بهتر تونسته با مشتریای خودش ارتباط برقرار کنه؟ توی این ویدیو 10 کمپانی برتر دنیا در سال 2023 رو معرفی می‌کنیم. پس لطفاً تا انتهای ویدیو من همراه باشید. بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ جهان دارای ارزش بازار بیش از 1 تریلیون دلارند. این نشون میده که این شرکت‌ها چقدر در اقتصاد جهانی اهمیت داره. قابل ذکره که این فهرست که توسط اکونومیست تهیه شده میتونه با تغییر ارزش بازار و قیمت سهام هر شرکت تغییر کنه. TSMC. پس از آرامکو، شرکت TSMC مخفف صنایع نیمه‌رسانه‌ای تایوان با ارزش بازار 667 میلیارد دلار یکی از دو شرکت غیر آمریکاییه که وارد این فهرست شد. این شرکت که در سال 1987 تأسیس شد، بزرگترین تولید کننده قرارداد مستقل محصولات نیمه‌نهادی در جهانه. در همین حال پس از اینتل و سامسونگ، سومین تولید کننده بزرگ محصولات نیمه‌نهادی. اهمیت این شرکت در دنیای فناوری با مشارکت استراتژیکش با اپل و انویدیا مشهوده. TSMC هم مثل انویدیا در موقعیت منحصر به فردی قرار داره. این فرصت داره که از تقاضای رو به رشد برای سرمایه‌گذاری بر تراشه‌های هوش مصنوعی استفاده کنه. ایلای لیلی اند کامپانی. ایلای لیلی اند کامپانی با ارزش بازار 716 میلیارد دلار یا پول دارویی جهانیه. در سال 1876 توسط یک داروشناس و کارآفرینی به همین نام تأسیس شد. اکنون بیش از 33,000 نفر در مراکز تولیدیش در 13 کشور جهان مشغول به کارند. این شرکت پیشرو در زمینه مراقبت‌های بهداشتی بر تحقیق، توسعه و تولید و بازاریابی داروهای انسانی در سراسر جهان تمرکز دارد. مجموعه متنوع لیلی حوزه‌های بهداشتی حیاتی مثل دیابت، انکولوژی یا تومورشناسی، ایمونولوژی و علوم اعصاب و هدف قرار می‌دهد. این شرکت نقش مهمی در رسیدگی به چالش‌های بهداشت جهانی از جمله کرونا ایفا کرده. علاوه بر این شرکت اولین واکسن فلج اطفال و انسولین رو به تولید انبوه رسوند. سایر محصولات قابل توجهش عبارتند از پروزاک برای افسردگی و داروهای کاهش وزن. برکشایر هاتاوی با وجود آغاز ساده در صنعت نساجی در قرن 19 اکنون با ارزش بازار 886 میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکت‌ها در ایالات متحده و جهان تبدیل شد. شرکت با داشتن حدود 80 شرکت تابعه به داشتن مجموعه متنوع افتخار می‌کند. این شرکت‌های تابع در بخش‌های کلیدی از جمله بیمه، حمل و نقل ریلی، بار، فروشی و تولید و توزیع انرژی فعالیت دارند. برکشایر هاتاوی همچنین دارای مشاغل تولیدیه که محصولاتی رو برای مصارف صنعتی، ساخت و ساز و مصرف کننده‌ها تولید می‌کنه. این هلدینگ آمریکایی ممکنه بیشتر به دلیل روابطش با سرمایه‌گذار افسانه‌ای وارن بافت شناخته بشه. بافت از سال 1962 در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و از سال 1970 عنوان رئیسش فعالیت می‌کنه. اگه تو الان از ویدیو لذت بردی لطفاً ویدیو رو لایک کن. متا پلتفرم متا که قبلا فیسبوک نامیده میشد با ارزش بازار 1249 میلیارد دلار بزرگترین شبکه رسانه‌های اجتماعی جهانه. اکنون در سال 2024 فیسبوک 3 میلیارد کاربر ماهانه و 2 میلیارد کاربر فعال روزانه داره. اکوسیستم متا همچنین شامل سایر رسانه‌های اجتماعی و غول‌های ارتباطی از جمله اینستاگرام، مسنجر و واتس اپ. این شرکت همچنین اوکولاس رو خریداری کرده که نشون دهنده نفوذ بلندپروازانش در فناوری‌های همه‌جانبه است. این چرخش به چنین فناوری‌هایی دلیل اصلی تغییر نام تجاریش از فیسبوک به متا بود. با وجود تنوع و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تبلیغات همچنان ستون مالی متا و بیش از 98% از درآمدش رو در بر می‌گیره. آلفابت با ارزش بازار 1729 میلیارد دلار مادر شرکت گوگل. این موتور جستجو دارای 5.9 میلیون جستجو در هر دقیقه است. با این حال دامنه این غول فناوری بسیار فراتره که شامل جیمیل، گوگل ورک اسپیس، مرورگر کروم، سیستم عامل اندروید، گوگل مپس و ویز میشه. از طریق گوگل کلود آلفابت همچنین خدمات ابری جامعی رو ارائه میده. سال گذشته این شرکت از افتتاح فضای ابری جدید خود در دمام عربستان سعودی خبر داد.
پیش بینی میشه این فضای ابری 109 میلیارد دلار به اقتصاد کشور اضافه کنه. جدا از همه اینا، این شرکت با سخت-افزار قدرتمندش حضور بسیار بزرگی رو در بازار گسترده که شامل تلفن‌های هوشمند پیکسل، دستگاه‌های فیت بیت و مجموعه خونه هوشمند گوگل نست داره. پروژه‌های بلندپروازانه مانند خودروهای خودران ویمو روحیه همیشه نوآور این غول فناوری رو بیشتر نشون میده. آمازون که در اصل یک کتابفروشی آنلاین بود، رشد کرده و به ارزش بازار 1836 میلیارد دلار رسیده تا به یک تجارت الکترونیک پیشرو در جهان و ارائه دهنده خدمات ابری تبدیل بشه. پلتفرم تجارت الکترونیکش دارای 310 میلیون کاربر فعال در سراسر جهان، مجموعه گسترده‌ای از محصولات. همچنین میزبان فروشنده‌های شخص ثالثه که دامنه محصولاتش رو به شدت گسترش میده. در همین حال خدمات وب آمازون که در سال 2006 راه اندازی شد، مجموعی از خدمات ابری رو به مشاغل، دولت‌ها و مؤسسات دانشگاهی ارائه میده. آمازون با ایجاد مجموعی متنوع به خدمات رسانی در زمینه اشتراک، سرگرمی‌های استریمی و تولید دستگاه‌های الکترونیکی پرداخته. دستگاهی که این شرکت تولید میکنه شامل کتابخانه‌های الکترونیکی کیندل، تبلت‌ها و تلویزیون‌های فایر و دستگاه‌های خونه هوشمند اکو و الکسا هستند. انویدیا با ارزش بازار 1977 میلیارد دلار، یک بازیگر برجسته در جایگاه بسیار پرتقاضای توسعه پردازنده‌های گرافیکی و چیپست هاست. این شرکت به طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها شامل کنسول‌های بازی پاسخ میده. فراتر از این بازار، این شرکت به طور قابل توجهی از رونق هوش مصنوعی سود میبره. برای مثال در 3 ماهه چهارم سال 2023 انویدیا درآمد خالص 12.3 میلیارد دلار رو گزارش کرد. این افزایشی چشمگیر تغییری 769% نسبت به سال قبل داره. این افزایش قابل توجه ناشی از فروش تراشه‌های سرور هوش مصنوعیه که برای تسریع آموزش مدل‌های هوش مصنوعی بسیار مهمه. آرامکو تنها شرکت خاورمیانه که تونسته در بین 10 شرکت برتر باشه. آرامکوی دولتی عربستان با ارزش بازار 2059 میلیارد دلاره که در حال حاضر هم فعالیت‌های بالادستی و هم پایین دستی داره. در چشمانداز انرژی بالادست به اکتشاف و تولید نفت و گاز و در پایین دست شامل پالایش، تولید پتروشیمی و تولید برق میشه. آرامکو با ظرفیت تولید 12 میلیون بشکه در روز و تولید کنونی حدود 9 میلیون بشکه به رغم کاهش عرضه نقشی محوری در بازار جهانی نفت ایفا میکنه. اپل با ارزش بازار 2791 میلیارد دلار حضور عظیمی در فناوری و فراتر از اون داره و به خاطر نوآوری‌هاش هم در سخت افزار و هم در نرم افزار تحسین میشه. از جمله مهمترین محصولاتش میشه با آیفون اشاره کرد که از زمان رونمایی از نزدیک به 2 دهه پیش تا کنون بیش از 2.3 میلیارد دستگاه فروخت. این شرکت همچنین سیستم‌های مک، آیپد، اپل واچ و ایرپاد رو تولید میکنه که همگی استانداردهای جدیدی رو در طراحی، عملکرد و تجربه کاربری عرضه کردن. به نظرت جای کدوم شرکت توی این لیست خالیه؟ لطفاً توی کامنت واسم بنویس. مایکروسافت با ارزش بازار 3073 میلیارد دلار به درستی جایگاه برتر رو در بین بزرگترین شرکت‌های جهان کسب و همچنین جایگاهش رو به عنوان سنگ بنای صنعت فناوری با طیف وسیعی از کسب و کارهای استراتژیکش تثبیت کرد. این شرکت از سال 1975 محصولاتی مثل سیستم عامل ویندوز، مجموعه نرم افزار آفیس و غیره رو به جهان عرضه کرده. در طول سالها این شرکت همچنین دامنه فعالیتش رو افزایش داده تا در صدر حوزه فناوری باقی بمونه. این شرکت مالک لینکدین، بزرگترین پلتفرم شبکه حرفه‌ایه. بخش بازی و گیمینگش به لطف ایکس باکس قویه و بیش از 10 میلیارد دلار در اوپن ای آی، خالق چت جی پی تی، سرمایه‌گذاری کرد. مایکروسافت اخیراً همراه با اوپن ای آی و انویدیا در استارتاپی در سیلیکون ولی سرمایه‌گذاری کرده که قصد داره ربات‌های انسان نما با هوش مصنوعی بسازه. توی ویدیو در مورد 10 کمپانی برتر جهان صحبت کردیم. اما ویدیوی جذاب بعدی که بهت پیشنهاد میکنم حتما ببینی درباره کشور ایتالیاست.